بذار بیام جلوی چیزی بهتون بگم. رسیدیم به یه مبحثی که جزء پای ثابت ترین های کنکور سراسریه. به شدت خفنه، خیلی از بچه ها مشکل دارن، اما ما قراره توی 2 پارت 0 تا 100 رو ببندیم و جمع کنیم بره تبدیلش کنیم به یکی از نقاط قوتمون، تشریح مغز گوسفند یا گوساله. این بابا که داره تشریح انجام میده مغز گوسفند رو به گونه‌ای روی میز تشریح قرار داده که ما از سطح باریکلا پشتی داریم مشاهده میکنیم. برای اینکه قسمت‌های مختلف رو جدا از هم ببینیم باید چیکار کنیم؟ بقایای پرده مننج رو قشنگ جدا کنیم، بعد نامگذاری کنیم. پس برداشتن بقایای پرده مننج و مشاهده سطح پشتی. من دارم چی میبینم اینجا؟ باید حفظ باشیم ها. قسمت‌هایی از لوبه‌ها یا پیازهای بویایی رو دارم میبینم به رنگ سفیده، یعنی دارای رشته‌های عصبی چیدار میلیندار هستش. باریکلا. نیمکره راست نیمکره چپ رو دارم میبینم، شیاره باریکلا بین 2 نیمکره. اینجا اسمش چیه؟ مخچه. مخچه چند تا نیمکره داشت؟ 2 تا. چه رابطی بینشون بود؟ کرمینه. دقیقاً اینجا دارم میبینم نیمکره های مخچه رو دارم میبینم و رابطی به نام کرمینه. قسمت پایین هم نخا. اما تصویر این ولیه، یک تصویر خیلی نوستالژیه برای من. سال 96 97 با کلی ذوق بچه ها این کتاب تازه اومده بود و این قسمت ها خیلی برای بچه ها سخت بود. اون موقع ها اومدم گفتم چرا این بخش‌های مختلف به خوبی از هم جدا نیست؟ یک تصویر شماتیک قشنگی کتاب نیاورده برامون. پس یک تصویر شماتیک اون سالا با چی؟ با گوشی درست کردم و کلی ذوق داشتم. اینو به دوستای خودم نشون میدادم، به شاگردای خودم نشون میدادم، گفتم ببین چقدر باحال از هم دیگه جدا کردیم. بچه‌ها اون موقع کیف می‌کردن. هر چقدر گذشت و حالا با پاور بیشتر آشنا شدیم، با استایل سازی، انیمیشن سازی، تجربه‌مون یک کوچولو رفت بالاتر، دیدیم بابا چقدر کارهای ساده‌ای انجام میدادیم. خلاص الان از اون سالها چندین سال گذشته تصاویر رو گفتم بیارم که به عنوان نوستالژی هم باشه. اینجا دقیقاً داریم این قسمت ها رو مشاهده میکنیم. نیمکره راست نیمکره چپ، شیار بین 2 نیمکره، کرمینه رو میبینیم، قسمت هایی از لوبای بویایی و حالا 2 تا نیمکره مخچه قابل مشاهده هستش. حل بچه ها. آقا اون آقایی بود که مغز اینجوری قرار داده بود، مغز رو بر میداره برعکسش میکنه میذاره روی میز تشریح. یعنی قرار اینجا مغز رو از سطح شکمی بررسی کنیم. باز هم باید بقایای پرده مننج برداشته بشه. حالا بریم سراغ نامگذاری. من دارم از سطح شکمی بخشهای بیشتری از لوبها یا پیازهای بویایی رو میبینم. دیگه چی میبینم که اونور نمیدیدم؟ کیاسمای بینایی. بچه ها کیاسمای بینایی، اصلا خود کیاسما به معنی زبدره. بخشی از پیام‌های بینایی میاد اینجا میره به اون یکی نیمکره، بخشی از پیام‌های این یکی چشم میاد اینجا میاد به این یکی نیمکره. حل این کار کیاسمای بیناییه. یا حالت زبدر براش در نظر میگیریم. اتفاقا رنگ روشنتری هم داره نسبت به قسمت‌های اطرافش. بچه ها من در سطح پشتی قسمت‌های ساقه مغز رو ندیدم. در سطح شکمی فقط دارم قسمت‌هایی از ساقه مغز رو میبینم. چیا؟ از بالا به پایین. باریکلا. مغز میانی، پل مغزی، بصل و نخاع اینجا قابل مشاهده هستش. نیمکره های مخچه رو هم دارم میبینم، اما به میزانی کمتر نسبت به سطح پشتی. راستی یه چیزی، رابطه بین 2 تا نیمکره رو دارم میبینم در سطح شکمی. خبری نیستش. کرمینه در سطح شکمی قابل مشاهده نیست. پس یه مروری با هم داشته باشیم روی این تصویر. کیاسمای بینایی، لوبه‌های بویایی یا پیازهای بویایی اندازه بزرگتر، قسمت‌هایی از ساقه مغز، مغز میانی، پل مغزی، بصل و نخاع و بخشی از مخچه که دیگه کرمینه قابل مشاهده نیست. کرمینه بهت بگم
کدوم سطح؟ سطح پشتی. بیشتر نیمکره های مخچه، سطح پشتی قسمت های بیشتر رو میدیدیم نسبت به سطح شکمی. ساقه مغز، سطح شکمی. کیاسمای بینایی، سطح شکمی. لوب بویایی، هم پشتی هم شکمی، اما سطح شکمی بخش وسیع‌ترش قابل مشاهده هست. خوب یاد گرفتی؟ باریکلا. چند مورد در ارتباط با بخش‌های مختلف مغز گوسفند صحیح است. مخچه و لوب‌های بویایی ساختارهایی از مغز گوسفند هستند که در هر دو سطح پشتی و شکمی قابل مشاهده می‌شوند. درسته کاملا. یه چیزی بچه‌ها، رابطه بین دو نیمکره مخچه اگر به ما بگه اون موقع غلطه. رابطه بین دو نیمکره فقط در سطح پشتی قابل مشاهده. لوب‌های بویایی در گوسفند دارای نورون‌های واجد غلاف میلین میباشه. لوب‌های بویایی گفتیم سفید رنگه، روشن خیلی، پس این مورد میتونیم براش درست در نظر بگیریم. رابطه بین دو نیمکره مخچه، کرمینه منظورشه، در گوسفند تنها از سطح پشتی مغز این جانور قابل مشاهده. درسته. بخشی از مغز گوسفند که در انسان مهمه عملکرد داره میپرسه. بخشی از مغز گوسفند که در انسان در ترشح اشک و بزاق نقش مهمی داره. یه تاب داشتیم روی پل قرار گرفته بود، بچه داشت تاب بازی میکرد، پس پل مغزی کد تاب. باریکلا. تنفس، الف، اشک، ب، بزاق. اشک و بزاق منظورش پل مغزیه، بخش میانی ساقه مغز. یادت باشه اگر بهت بگن مغز میانی، بالاترین قسمت ساقه مغز هستش. اگر بهت بگن بخش میانی ساقه مغز، تو باید پل مغزی رو در نظر بگیری که اتفاقا قطورترین قسمت ساقه هم محسوب میشه. از نگاه پشتی قابل مشاهده نیست. کاملا درسته. نه تنها پل مغزی بلکه مغز میانی، بصل و نخاع از سطح پشتی قابل مشاهده نیستش. 4 مورد درسته. بریم سراغ پارت دوم.